دیگه باشو دیگه عرض سلام احترام دارم خدمت تمام بیننده های عزیز، انشالله که جور و صحتمند باشد. هر جایی که باشید از گزند روزگار در امان باشین. دوستای عزیز، در این روزها قسمی که شما در فضاهای مجازی میبینید یکی از همشهری ما که توسط سربازان ایران لطوکوب میشه و وضعیتشون خراب است. دوستای عزیز، اونجا که میبینید در تصاویر همه خانم هاست همشهری ما و اونها خوب شده که ویدیو گرفته از اونجا و روزی ده ها از این جنایت ها میشه و کسی قدرت ویدیو گرفتنش رو ندارن. در اردوگاه ها در هر جایی که کارها میشه از زیر لغت میشه. همشهری های ما با وضعیت های خرابی را سپری میکنه و ما متاسفانه ویدیوهایش گرفته نمیشه و نشر نمیشه و واقعا این ویدیو که در این چند روز پخش نشر میشه و واقعا دردناک است. باید در وضعیت مهاجرین رسیدگی شود. دولت امارات اسلامی میگه که ما باید مهاجرین برگرده به کشور. مهاجرین به خاطر خوشگذرانی، به خاطر که چند روز خوش بگذره مهاجرت نمیکنه، چون وضعیت کشور خراب است. از او خاطر از مجبوری مهاجرت میکنه، چون اونجا کار نیست، وضعیت افغانستان خرابه. شما زمینه کار که مساعد کنید، هیچ کس به مهاجرت راضی نیست که مهاجر شوه، بدبخت شوه و این سختی ها رو بکشه. و تا دولت امارات اسلامی میخوایم که زمینه کار برای همه جوانان افغانستان زمینه کار مساعد شود که تا همه جوانان از این بدبختی، از این مهاجرت، از این ذلتی برگشته به کشور خود در امنیت باشد. برای همه عزیزان مسئولین ایران و افغانستان عزیز، این برادر مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون ساعت 7 صبح بوده، دوشنبه 15. به این دلیل که سوارشون داخل ماشین گشت اصلا ازش مدارک نخواستن. بعد گفتن سوارشون هم یه خورده عقلش عقب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 سین داره. بعدش این مامورا ازش بخواه که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشدن. بعدش گفته با ما لط کرده، اینو مثلا میکشن زمین و این تصویری که همه اصلا مشاهده کرده اون بلا رو سرش آورده. بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش بوده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش. اون یکیشو گرفته مثلا زیر پا کلن لی شده، از بین رفته. بعد الان توی شوک هستش، مادرم جلوی مادرم هم چه رفتاری باش کرده که
مثلا رفتار خیلی نادرستی بوده. بعدش این دادن توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. من بردمش همین الان دکتر بردمش بیرون بهش وضع کردم، مقداری هم دارو بهش داده که تا اینکه حالش بهتر بشه. تبم داره الان. دیگه خواهش مندیم از همه مسئولین که به این فکر ما باشن، هر چیز زودتر به این مسئله برسیم. شما بفرمایید. سلام، ببخشید من مادر خونمزی پسر رفته بودم در سر میدو سر کار رفته بودم. پسر من سر بیرحمانه در کوب کرده، سر کوب زد. هرچی خون من تیمار کردم که کار نکن، هرچی خود ولی پسر خانده خود منم اونجا خودت زد. خیلی زن بیرحمانه خونم پسر داره. الان از همه دولت ایران افغانستان میخواهیم تحقیق نیست بگید پسر من سه روز بعد خودم مشکلی اصاب زمانم خودم مریض هستم، یه دفعه نمیفهم. دو روز سر مگروزی تیز بگیم خدا به کار کنم بود داشت کسی بگیم و حق شد مو پسر من خانه خود در مادرم پسر خیلی مشکل دارم از گوش اما از لیبون دیدم دیگه چی بگم دیگه